مدیریت میکنه آخه یه جورایی ذوق هنری داره. ببین چه خبره، از سر رام برین کنار، دارم میام، برین که اومدم. بختاپوس بله، چه لطف کنی و بگی اینجا چه خبره. خب داریم آگهی تبلیغاتی میسازیم دیگه. کاری که تو میکنی دور ریختن پول منی. گفتم فقط چیزی که 100% لازمه بخر، همین. خب همه اینا لازمه دیگه. پس این آشغالای به درد نخورد چیه؟ اون آشغالا مال صحنه 21 پس لطف کنه توضیح بده که اون یکی رستوران خرچنگ چیه؟ جناب آقای خرچنگ، همه به یه بدل احتیاج دارن. خب اینو فهمیدم، ولی ضرورت وجود اون چیه؟ این کار خیلی پرتنشه آقای خرچنگ. خیلی خوب دیگه، همه هرچه زودتر از جلوی چشمم دور شین. زود باشین به جنبین. گفتم زود باشین. تو نرو وایسا. واقعا که عالی شد آقای خرچنگ، دیگه گروهی نمونده که آگهی رو بسازیم. چی داری میگی بختاپوس؟ ما ارزون ترین گروه تو دنیا رو داریم، تو، من و باب اسفنجی. راستی باب اسفنجی کجاست؟ من این پایینم آقا. تو اون پایین چی کار میکنی؟ بختاپوس گفت من نقش یه جنازه دفن شده رو بازی کنم. زود باش بیا بیرون ببینم، میخوام تو توی آگهی باشی. واقعا من توی آگهی رستوران خرچنگ باشم جانم. اما گفتنو بذار کنار آقای بختاپوس، باید طبق برنامه بریم جلو. این آگهی امشب پخش میشه. امشب؟ بله، ما یه گروه خوب و یه زمان پخش خوب داریم. 3:28 صبح. دیگه داره وقتش میرسه گری. آره منم دلشوره گرفتم. این هیجان انگیز اتفاقی بود که در طول تاریخ افتاده. آخ شروع شد گری، نگاه کن. اوه جنی، من یه مشکل کوچولو دارم. مشکل چیه ایمی؟ من این همه پول دارم و نمیدونم باهاش چی کار کنم. تازه گرسنه‌ام هستم. یا کی اونجاست؟ این صدا از کجا میاد؟ هورا، این آقای خرچنگه. درسته ایمی، همه چیزو راجع به مشکل کوچولو شنیدم و اومدم کمکت کنم. دنبالم بیا. ما کجاییم؟ خب ما جایی هستیم به نام رستوران خرچنگ. شما گفتی رستوران خرچنگ؟ درسته، رستوران خرچنگ، مشهورترین در تمام دنیا. همبرگر خرچنگی. همبرگر خرچنگی چیه؟ خوشمزه ترین و اشتها آورترین غذا در 7 دریا. من اونجام گری، نگاه کن من اونجام. اول همبرگر خرچنگی حسابی سرخ میشه، بعد پنیر و سبزیجات و سس اسرارآمیز و نون خوشمزه بهش اضافه میشود. بفرمایید یه همبرگر خرچنگی. من همبرگر خرچنگی میخوام. منم همینطوره. اگه همبرگر خرچنگی دوست دارین عجله کنین. های 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 2 سوته حاضر می شود. خب چرا شما هم نمیاین و همبرگر خرچنگی سفارش نمیدین ها؟ همبرگر خرچنگی بیاین و بلیتون اینجا خرج کنین. این بهترین 60 ثانیه عمرم بود. خب وقت خوابه.